ریس قال چه غلطی میکنی؟ کت خدا آقا، ما مشغول اجرای سیاست نگاهی به شرق هستیم اندی. آخه اشکول، توی 6 کلاس آخر من را دق همی میدهی. نگاهی به شرق توی سرت بخورد. اینقدر نگاه کردی تا چشمانت باباغوری شدندی. کت خدا چین آباد با ما خوب می باشندی. من یک بار به شانگهاکده رفته ام، کلی دستاوردم همی داشته می باشم. یکی از دستاوردهایت را بگو ببینیم. الان کت خدا تلویزیون را روشن می کنم تا خودتان حرفهای کت خدای چین آباد را بشنوید. وی می آی او چینگ پینگ چت چودا ارزی نداشتی، چت چودا به زودی چپه شدندی، پس چت چودا نی مای می بای بای. چه گفت؟ گفت ما کت خدای فینیتو را بسیار بسیار دوست می داریمندی و کت خدا مدار هستیمندی. مردک انگوزمان، تو زبان فینیتو را به زور حرف میزنی، حالا برای کت خدا زبان چینابادی ها را ترجمه میکنی؟ دروغ میگوید کت خدا. کت خدای چیناباد شما را شست و روی بندرخت پن همی کردندی. ای وای که دریای جنوب را به نامشان زدیم. این همه ماهی در حلقومشان همی ریختیم. این است رسم مرام و معرفت. ریس برو با یک ملاقات قضیه را راستوریست همی بکن. کت خدا همه چیز حل شدندی، ملاقات کردیمندی، چین آباد معذرت خواهی کردندی، تلویزیون الان دارد نشان همی میدهندی. این کیست؟ کت خدای چین آباد است؟ نه. معاون کت خدای چین آباد است؟ نه. پس کیست؟ نمیدانم والا. یک نفر بود داشت از کوچه رد می شدندی، دیدم قیافه‌اش شبیه چین آبادی هاست. گفتم بیا یک ملاقاتی همی بکنیمندی. ای وای بوی الرحمن کت خدا تا چین آباد هم همی رفتی می باشندی.